سلام علیکم. سلام شما جور بخیر صد خوب است خیر دیگم مشکل حالا مشکل چرا غیر تو بناله چه گپ است حالا یک وضعیت است که بیخز میروز بر دلم سیاه شده است. چه گپ است تو خز رفیقی در عالم یک جای کلان شده از وضعیتی که دیگه خبر داره. یک خانه بودم فروخته مال در خانه کرایش تگیست این وضعیت بیکاری رسای کو در خانه کرای خانه بی خیر آن ایران خدا ماندیم که چیکار خیر وای جون تشویش نکن خدا مهربان است فقط وجه دم نمازات بیادر دعا که خدا مرا فهمید یک بلاک به خبرت میخرم برو خدا مهربان است ما برای دعا میکنم که مت یک تعمیر بگیری که یک تعمیر به ما بخری دیگه تشویش نکن دعایت دکار ان شاء الله که دعایت میکنم لالا مقصد یک تعمیر به ما باز دیگه ان شاء الله دیگه قامت میخرم شو دیگه فکرت است سیس بخیر باشی صاحب کاروبار تجارت چطور است؟ زنده باشی فهیم جان شکر است خوب است بخیر باشی سلام علیکم. سلام خوب است خوب است خیراتی شما بخیر هستید خیراتی است قرار بخیر رفیق دوره سابق هستم واسه ما شما یک جای کلان شده خوب است هستی وای است سرواز چی جور کردی وای جان صاحب روزگار زندگی دیگه تو میبینم خانه کرایه ما تو بدبختی دیگه آدم کرایستی آدم کرایستی خوب است خیراتی است خبر شدم یک از دوستا گفت که بلاک انداخته نمیجه گفتم یک منزل شکت ما خدا کرده بود یک یادت بیا یعنی گپ یادت نرفته صاحب میفهمیم ما یک چیزی را که قبول کنیم که یک نفر دیگه باز این بلاک مربوط به بیادرت است بله صاحب دیگه از یک منزل شخ ما را میتونه که قبول کرده بودی که ما ایره خوب بیادر ما بله سه منزلش را کرا دادم یک منزلش خودم میشینم یک منزلش بچه‌م است دیگه یک دانه دم آخر مونده دیگه پورا براتون نمیتونم که تصمیم زن دوم است بخیر که زن دوم بگیرم در اونجا بخیر زندگی کنه بله دیگه تو دعا کن که خدا یک بلاک دیگه مرا نصیب کنه حتما باز یک اتاق شه براتون میتونم صحیح ساجی صاحب از گفته بزرگ عمر که چاق شد با